در کجای میری اوش همه چشی شورای داری وطنای خود ما کجای ده اوش همه چشی با معزت و شیرین و حال نسیده باشه اوی تربوزه کمیریم اوی داریم که با میسی اوی تربوزه. دوستان عزیز من خدم نشید کامیرا را خدم گرفتم. اوه کافتر بالا برومونه. اوه ایدرون بی بسم الله الرحمن الرحیم. اینا دوستان عزیز چقدر که بابای غلام گفتن این ملک سیاحان بیاین تماشا کنن. اینا سلام دوستان عزیز برادرای قدردان، روز همت بخیر و شادی باشد. البته چقدر که میدونید که ما هر روز سفر داریم. امروز سفر ما یک جایی میریم که ما باوری داریم یگان تا شما دیدگی نیستیم. جایی میریم کفترخانه نام داره. بعد جایی هست که سیمسیم اتکرایس میگن کو سیمسیم داره. من یه پاس کردم گفتم هم سیمسیم کدومی سیمسیم ایروی کینو گرفتن که کینو ایروی شما گرفته یا مقصد میگه این سیمسیم ای دور قدیم ای بابامون موندگه این سیمسیم. یک جای میریم با ما بخدم همه یک آدم میره حاضر زنگ زدم که میگرویا تاریخ همونجا رو میدونم. ما دیدگی اونجا رو ما کودکی ندیدگی تاریخ همونجا رو میدونم. ما هم برادر رو گرفتم یک جای نوز میریم کشتی خطی اونجا میری اونجا قریب 1 ساعت فقط با کشتی میری. ما همش شما نشون میتونم تماشا کنید حلاوت ببرید. روزی هم بازم تکرار میگم بخیر شادی باشه. یگام درد و غم نبینید. همه وقت سربلند باشید. در کجای باشید نباشید خداوند یارو مددگارتون ان شاء الله. که کفترخانه پلنگخانه ها گرگ خوره با چی هست اینجا خیلی خدا رو شکر میکنیم که در جایی که ما تعلق چیدیم روبخونه نیست. همه شو نفتر کفترخانه داریم پلنگخوره داریم پلنگخانه داریم و گرگ خوره داریم وسوش داریم. من البته که پیشکش شما میکنم هم کفترخانهش بنهایت جای زوره یا جای تماشا میکنیم و حلاوت میبریم. رفتیم دوستان عزیز اینجا بنزین میگیریم برای لودکچه ما مقصد ما لودکه خطی میریم بنزین میگیریم انشالله میریم. اینا جورا برای لودکچه ما بنزین گرفته ایستیم اینا با کلاشکو دار. انشالله که شما دوگو باشید ما دو سفری نقص یا جای تماشا میکنیم. یعنی کم خدمت خلق سنتو داده یا اون رای کودکی ما میدونیم که هم خدمت خلق سنتو داده. زنده باشه اکا جونی ما. ساعت 1 شب میای اکای سفر میگی بروی به 4 ساعت 3 شب میای اکای سفر بنزین میگی میبروی. هزار رحمت برای خدمتو اکا جون. ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باشین تلاوت قرآن. انا دوستان عزیز بابای غلام را بلدیم ما جایی که مقصد تاریخی جایی که ما نمیدونیم ان شاء الله که با ما و شما میفهمونن. انا راننده لودکه ما کشتی ما استاد عزیز معلم نبی اینا ما ان شاء الله که 4-5 نفر سفر میکنیم. همراه ما باشه تماشا کنیم تنها برای شما میریم یک جایی. چقدر که ما یک گپم بلند رفت همونجا نمیدونم گفتم این دایره والگش همینه دیدیم هیچ گپ نبوده دایره ما اود زورای راست گپ انا که شما خودتون خلاصه تن برورین که دایره والگ زورای یا که دایره ما وطنی خدمت دایره وحش خدمت خودتون ببینین برادرو. بالا 30 کیلومتر زیادتر میریم نورکای پایان 30 کیلومتر میریم شهر قرغان تپه میشود. او طرف یاوان میشود 30 کیلومتر این طرف بریم اگر دنغره میشود. سنتر تاجیکستان دهه سنتودا یه جای تماشا میکنیم. رفتیم دوستان عزیز توی امامی شیر بیبی همه کسا سفری ما
ببینه تو حلاوت کنه.
شما ببینید دیوسنگ نام داره. دیوسنگ وقتش انم سر قلعه ها بجا را نگاه کردم ایستادن. اینجا پادشاه نشین بودن. دهنش دیدن چند قدر جای درآمدگاه دارن کفترخونه. انا که جای میدونه نمیبینی. نمیجره کفترخونه میگم برادر عزیز. اینا دوستان عزیز همه درایی که دیدید شما هم قدرها را گذاشتیم. اومدیم این بابای غلام خود یک بگو دره انجیر را گذاشتیم. با کجا را گذاشتیم بابای غلام؟ دره انجیر. دره انجیر. اول اوپری میونه. اوپری میونه. دره خشکک دره سرخک دره. اومدیم بهارک ده ای بهارک اومدیم این سیبک ای سیبک اومدیم کفترخونه. اینه کفترخونه بچو. اینجا برو بند خدا. یک جای ولی مثل بیا بای غلام بیا. یا جا دو بانشون. کفترخونه باشه به کفتر میشن. واسه تو کسان جمعش. بابا غلام خیلی شما دارم میگه بله صاحب کنی نکنی بای غلام یاشی دیگه یا خیاشی بچگی صاحب کم پیریشو خمالی نیست با دوام میکنن که به کمال پیری برسن ولی هم مردم هم گفتن نه طوری گفتن همه وقت بگو در صف جوانان باش تمام اینا دیدین این پیرای روزگار دیده این مردکا عمرشون در همجا گذشته کرد رو بالش بیا کفترخونه رو بالش بیا وای درید برای آم دستن ودر کرده برام در اصلا دوستان عزیز من خدم نشید کامera را خدم گرفتم اوه کفتر بالا برومونه اوه ای درون بی بسم الله الرحمن الرحیم اوه بچه اوه ای درون کفتر بی اینا بچه ها کفترخونه را دیده همه کفتر پریده رفته هی کفترو ما خونه تان مهمانی آمده اینه بی کفتر رو بینیم اینا بای غلام ابرار دیدیم بچه ها کفتر خونه رکه بیا ایجا او مایا داره دا
کافترو یا بسم الله کافتر بی میره تو بچه ها شنانه او اینا دوستان عزیز اینا کافتر خونه میگن یا بسم الله این پایان شوی های پایان دا اوه میره بی یا خیلی او طرف راستی دایره میشه بکنم اوی دایره ها اینجا چشمه ای بفکر میره دیدین دوستان عزیز هنمی کینایی که شما میبینید وای میکنن کو چی میگن؟ کینای اونمو کیمچی کلسوای کو چی میگن؟ میبره اژدها دوره تیلو پیلو دوره اینی کفترخونه ما رو بینین کی برادرو ایره بینین تو حاضر اینو بینین بچه ها با قدرت خدا کفترخونه رو هم دیدم اینا آمدگی بدون با تاج گذشته رفتگی بدون گوده کیم ده برادرها اینا اینا همشه اینا پیش میارم که اینا برادرها تماشا کنن اینا برادرها تماشا کنن اینا اینجا همون جای هست که کفترخونه میگن برادرها این کفترخونه هست خیلی اومده میتونیم اون پلنگخونه هست ده و با چای بای غلام ولی به مقدی بای غلام خاک صحبت کنم این مسئله ده بای غلام اینجا کفترخونه پلنگخونه اوجا بودگه جایی که گذاشتیم خیلی یک همه خیلی غروی همه خیلی کاتی کلون همه خیلی درش پری همون سخونه ای لا سخونه حیوانات در همونجا در وقتی در دورای همون پیش پلنگا همونجا زندگی میکردن نامش مردم پلنگخونه مونده با چی خونه داریم؟ پلنگخونه داریم؟ پلنگخونه داریم خب اینا کفترخونه داریم و جایرخونه داریم جایرخونه هم داریم جایرخونه هم داریم همون جای ها؟ یک جای دیگه شد دنگل خویماس میگن دنگل خویماس معنیش همین که جای خوگذر این خیلی جا داریم کموش داریم بهارک داریم سرخک دره داریم خشکک دره داریم قرون داریم یخدان داریم سرسرک داریم خب بود یعنی بولاره دریس والیبای میگن دریس والیبای اصول دریس والیبای ده همه آسیاب داشته هم وقتش نه شاهتود داشته اوجا شاهتود دوره همه که بوغای کلون داشته همش تیومم گس کشید همه تیومم برفت اینا دوستان عزیز چخیره که شما اونمو کیمچی کالسوای کو جای تماشای جای من دقت جلب کننده ده این خیلی جا رو فقط در کینو میبینی دوستان عزیز نمی ایدار میبروی اینا ایره بینی بچه همین بالا اگر یا 10 کیلومتر بری نورک میشه بایغازی این برادرها 10 کیلومتر زیادتر بالا میری بایغازی میشه بچه بایغازی این ما بینی مقصد سنتودا و بین نورک داریم ده این همجاده این دره خیلی چخر بودایی این همجاده در همین پروی همین کفتر روز میشیدی پروی کفتر بودگا اینی طور چرتی ده خوی نه اینجا میشی بودم اینجا چپشی دیگه چرتی دیگه زمان اکو یکم وقتی همینجا شینا یا یکم تونل رفتگی بوده یکم وقتی یکم همون طرفی یون خاک خدا خودش منه همین یکم وقت همین او همه رفتگی بوده میگن خاک من بر طلب یا میرم یو برام بچه ها این همیره من نه قایچی میکنم نه هیچ هم خیلی میریم
جای تاریخی وطن برادرو، جای تاریخی وطن. اینا دوستان عزیز، برادرای قدردان، اینا اینجا ده هیچ کفترها، این همین کفترها مخصوصا. اینجا هم خدا کامera توفته اینجا گنده بلنده ای روی این سنگو رو بگه خدا همین کینو ده شما دیدین برادران، همین کینوی ولی چلاک کرد تا میگم ولی چیم کفتر رو بگه ماچای بجو کفتر پردستان خدا طرف تولید میشه. حالا هم کفتر پردسته بولیس هم اونا چکیدن استایی رو بی این توانست کوی سنگا برادر عزیز راستی که میایی اینجا این رو بی او چکیدسته اینا دیدستن همجا او چکیدستن اینا او چکیدسته اینا علی جان خیلی دوستونه یکی چی بدینیش؟ زاغ نه زاغ نبود باید چیز دیگه پنیر جیرکاک بود چی بود جیرکاک اینه دیگه اوی خلاده نکنده هم ها؟ خیلی که بدن؟ دوستان عزیز ما چی گفتنیم چیزی که شما در کینو میبینید اینم خیلی چیزا رو باید میسازن کامپیوتر خطی این وطنوی ما دا بینین که با کامپیوتر نمیسازه چیست ریال نی در همین حیات هست همین کارو اینا در همین حیات هست همین کارو حالا هم کفتر هست همین انا دوستان عزیز انا که ای کفترخونه میبرویم نصیب ساق سلامت برویم اینجا میریم سیم نومش تاقا سیم بعد میخواد سیم آت کروی سا میگن کو بعد او را مقصد همه میگن که ایروی نمیو گرفته گن همین نقلوی همینجا وقتی پیش خدا میدونه اینجا چی گپ گذاشته گه فقط تنها خداوند میتونه رو پاچانشین بده قلم رو پرو میبینی بهارک میگن کو هم پاچانشین میده هم قلعه دختر بده میگه او قلعه دختر میگه ما با هم شنیدیم قلعه دختر میگم پاچور دختر شو بردم اون میگه چی کاش دیگه نامعلوم قلعه دختر اونجا با چی مقصد از میریم سیم تماشا میکنیم ختم خلاصتون بروره میریم باید جایی نما شما دو نشان دو رفتن میگیرم اینا رفتیم دوستان عزیز خیلی دوستان عزیز دیگه جای گپ نیست این خیلی جا رو ما فکر میکنم که فقط تنها شما در کینو میبینید تمام چیز تا جای کینوگی تماشا کنید و حلاوت ببرید برای شما میریم سیم رفتیم
دوستانی عزیز نگفتنمون که سیمسیم رفته سیمسیم نجای میریم سیمسیم ها پیش میبینیم سیمسیمی حقانی را کلی سیمسیمی کلیگی سیمسیمی حقانی را میبینیم برادر منظرهای دلفریب ببینید این ما آمدیم اینمی دره اساسا دره زنگیرک حیات ما شما دا میگم برای چی زنگیرک بازی میفهمم دره سیمسیم اینه برادران آمدیم دره سیمسیم گمونه اومده اینه بچه ها دره سیمسیم یوون؟ چه؟ اینه دوستان عزیز این درخت توغ میگن توغ اینه درخت توغ تاش در مقصد جای ویای اینمی چی نام داشت؟ اینمی یخملک شولش نه یخملک شولش دیگه چی؟ یخملک این رو میخیرن ها یا نه؟ ها میخیرن؟ باشول میگن ایره باشول باشول درختی باشول های غولک پیکام تایید پیش آدمو ایتا تلخه؟ تلخی بده که چی پیکان تیار میکنن این آخر رنگ پیکان اینا این رنگ ماه باری من پیکان تیار میکنه مثلا غولک تیار میکنه این درخت این درخت ها رو ببینیم چه چیزه بده من ایره همون چشیدگی هم نبودم تلخی بد بده ایره ببینیم باشول ناموشه این نگاه همش رنگی خیلی ماه باری من ایره مقصد که اما که میریم دره سیم برادر اینه برادرای عزیز این توغه ای همه در میوه شیرین ترین در روی دنیا این توغه به حد شیرین رنگ قند قدر قند اینه سالای گشنگی نمیره ارد کده میخوردن در یاد ما است آدم سری بعد نگاه میدورن درختی توغ به نهایت خوبه پایدار نوکای نخصد ما اگوزه که ما ایره بسیار خوردیم دیدین درختی توغه برادران اینه پخت از اینه این یکم شیرین شده ها نه این خوردن شده ها عجون رفتی بخیر این برادرها درختی توغ مثلا اینجا دا دگو چه کردگن علاو میکنن اینجا جای خوابشون دوستانی عزیز اینجا همه وطنی ما رو که جایش سیم کنی یک چیزی عجایب داره اینه سنگ ببینی ایره ببینی سنگ ختم ببینین اینا عجایب رنگ قله شده سنگ رنگ قله انا بچه های جا میدونیم درایی حال به ما عیصد شما نشان بودم اینا رو پرو که ها رو دیدستین همه این بحر هم مقصد دریا انا که انا میجا میایی اینا که سیمسیم اینا برادر شما دا نشان میتونم که سیمسیم از اینا یا دیگه قیچی نکنیم بود که همی
نرسیم شم خیلی رفتن میگیریم. شما هم تماشا کنید و من اینه در همین روی راه نگاه کنید. دن نمود سنگ سفید، سنگ سرخ. اینه سنگ سرخ، نه سنگ سفید. خیلی دیگه جای چه خداوند طبیعت که ما دیگه من همه جا چشم هم میبرین. سنگ سرخ، سنگ سفید در جای خوبن. اینا نه انا برادرها اکا اینی که مقصد جزه که تاوستون هم قریب که با خیر آمده است. برای همین که این سیمسیمه آوش کم شده. اگر این بحار دا بیا آوش خواست پریده میسته. انا که مقصد که حاضر که آو نیست. این سیم برادرها آوش کم شده. برادرها آوش کم شده عملی. فانتان ولی ما میپریدن. گرمی ایمیاد زیاد شد. برای ما چشم‌ها کم شد. اوی چشم‌ها کم شد. بسیارش خوک شدن ها. اینی درختا شولاشن خواه. اینیاش جلغین. شولاش. اینه که های دلفریب ببینیم برادرها. اینه که سیمسیم. اساساً جای همین نام کهنگی همین پیشنهادیش همین جرا زنگیرک نمی‌کنن. زنگیرک ها؟ دروازه وارم جا بوده همین خیلی وقتی که آدمو ای طرفی بهارک مثلا طرفی چیز نورک میرفتن همونجا اومدن در همینجا اسب که بلند که بوده زینی اسب میرسیده. برای همین زینی اسب گرفته میگذراندن اوس اومده باز زین اول زده میرفتن. برای همین نامش زنگیرک نام کردیم. اینا دیدم برای در مرور زمان ما بچه‌ها درش سیمسیم نام کردیم. ها سیمسیم اکا ایرا با مرور زمان ها. در مرور زمان ممکن کینو را ایروی گرفته، ایروی کینو گرفته. خیش خیلی که همجا او وای او میام خیلی بار سیمسیم ات کرایس بگه که وی میشوخ. سیمسیم در رو وی کو. سیمسیم در رو کشو. در رو کشو. خیلی برادرای عزیز جای تاریخی رو ببینیم. ان شاء الله که خداوند نکنه شما در بهاران با میایم تا خورده. همینجا با ما شما نشون میدیم که چه جای خوشروان و جای خوبه. اوه نه مالی میگه خیلی جنمی دوستا میپرو. خیلی بهار دو خوب داولی ختمی یا دیگه. نه دوستان عزیز. در وقت تکوی مرخور بسیار بود. چه تکوی مرخور؟ تکوی مرخور که در چیز تلویزیون دکاو میزنن. بعد انا خیلی شاخوشون خیلی تو خورده برآمدگی. بعد انا اون در پل میگفتن خیلی پوسپندای همون انام در همین تریتوری ما بود. و ایساز در مرور زمان همیان نابودی رفت. ایجا تو آمدن رفتن. ها ممکن باشن و خیولیان. لنگم بود در همینجا. ممکن باشن خیلی تورای که کی میبروه دیگه. ممکن باشه عجب نمیدونم. کوه بلند شده گشتن. خیلی دوستان عزیز سیمسیم هم دیدیم. اینا دوستان عزیز چقدر که بابای غلام گفتن این ملک سیاحان بیاین تماشا کنن. این محرمت بیاین. مقصد اگه حاجی اخیر تابستون که هسته همین سال چقدر که گفتن جای وقتی گرم شید همونجا خوک شد. اینا میایم سیمسیم تماشا میکنیم. انشالله که خداوند نگهبانتون باشه. انشالله که با ما خداوند نمبرم زنده باشیم. در بهار میایم با آوا چخیل میپره میبینیم یک جای همین شرشره را تماشا میکنیم. شرشره سیمسیمه. زنده باشید. اینا در آغوش طبیعت اینا دوستان عزیز با ما چیزایی که عجایب و غرایب میبینیم با شما دا نشان میدم. باقی سربلند و خانوباد باشه. خداوند یار و مددگارتون. دهه سنتوده لبی آبانباری سنتوده تا همین نورک همه جاش جای تماشاه همه جاش تا بایغازی را مثلا در این نورک پایین بایغازی ای گسی بایغازی تا گسی سنتوده اگر که جایش که معقوله جای تماشاه میایین تماشا میکنید به هر جای خوب و خاطرمان و مقصد دلفریب داره. زنده باشید دوستانم در جای باشید نباشید خداوند یار و مددگارتون.
در کجای میری اوش همه چشی شورای داری وطنای خود ما کجای ده اوش همه چشی با معزت و شیرین و حال نسیده باشه اوی تربوزه کمیریم اوی داریم که بمیسی اوی تربوزه اینه برو دارم اینه جای تماشا اوی قلم یه دو کارت با لحظه میبروی میریم از طرف خونو ای خدای تو همه این ما شما رو سفری بی خطر بتیا آبروی محمدی بتیا همه وقت در صف جوانان باشد پروردگار هست اخبار دنیا نکنه تو اللهم اینی اسالک باسمک یا الله یا رحمان یا رحیم یا قدیم یا علیم یا حکیم شاهی کار کن آمین یا رب العالمین الله اکبر زنده باشه توکل همت به خدا تا برنامه آینده سلام و درودی به پایان به کل هموطنان به کل غریبان مترو ودنی استادیوم البته برای چی این مترو رو من به شما گفتم که شرکت موحدین در همینجا آفیس دارن محرمت در این مترو رو میآیین شما رو میگیرن گذشتن گرانیتسا در همین رقم زنگ بزنید دوستان عزیز در خدمت شما سالای زیاده که رفت آمد دارن البته که شناساشون هم بسیار چه خیلی باشه نباشه زنگ بزنید مصلحت بپرسین البته که به شما کمک میکنن در خدمت شما شرکت موحدین مترو ودنی استادیوم